سلام تماشابینان عزیز، خوش آمدید به قسم یکمی درس یکی زبان آلمانی. موضوع قسم یکم این سلام علیک و خیر خوش می باشد، زیرا هر یک مکالمه با سلام علیک آغاز یافته با خیر خوش تمام می شود. در درس امروزه ما طرز رسمی و غیر رسمی سلام علیک و خیر خوش را با زبان آلمانی می آموزیم. برای خوب از خود کردن درس امروزه خوب می شود اگر شما کلمه و جمله ها را به یک دفتر نوشته آن را از یاد نمایید. اینک درس را آغاز می نماییم. در زبان آلمانی سلام را ناوابسته از وقت روز همچون هالو استفاده نمودن ممکن است. یعنی هالو. بغیر از این وقتی شما کسی را سحر واخورید گوتن مورگن یعنی صبح بخیر، و یا اگر شما کسی را در دوامی روز واخورید گوتن تاگ یعنی روز بخیر، و یا اینکه اگر شما کسی را بگاهی دیر یعنی شب واخورید گوتن آبند گفتن لازم است. هالو، گوتن مورگن، گوتن تاگ، گوتن آبند. بعد از سلام علیک برای احوال پرسی شما می توانید به طرز رسمی گویید Wie geht es dir؟ احوالی تو چه خیل است؟ Wie geht es euch؟ احوال شما چه خیل است؟ Wie geht es Ihnen؟ احوال شما چه خیل است؟ وقتی که شما یگان شخص را با شما و نه با تو مراجعت می نمایید. Geht es dir gut؟ احوال تو خوب است؟ Geht es euch gut؟ احوال شما خوب است؟ Geht es Ihnen gut؟ احوال شما خوب است. این بود طرز دومی احوال پرسی. Danke, es geht mir gut. Danke, es geht mir nicht gut. Danke, es geht mir schlecht. در جواب اگر از شما احوال پرسیده باشند شما می توانید گویید تشکر، احوالم خوب است. تشکر، احوالم خوب نیست. و یا تشکر، احوالم بد است. بعداً شما می توانید آن شخص را پرسید Und wie geht es dir؟ Und wie geht es euch؟ Und wie geht es Ihnen؟ احوال شما چه خیل است و یا احوال تو چه خیل است؟ می گذاریم به طرز گفتنی خیر. در زبان رسمی اساساً در زبان آلمانی خیر خوش را همچون auf Wiedersehen استفاده میبرند. auf Wiedersehen یعنی تا دیدار آینده، و همچنین استفاده برده می شود tschüss bis bald. tschüss bis bald که هر دو اینها مضمونی خیر را دارند. اگر شما با کسی بعد کم وامی خورده باشید شما می توانید bis später و یا اگر پگاه واخورید bis morgen گوید. اگر شما خیر گفتن خواهید باز دیگر نمودش bis nachher تا دیدار. و همچنین گفتن ممکن است اگر شب باشد gute Nacht شبی خوش. این بود درس امروزه ما. در درس امروزه ما آموختیم طرز سلام علیک، احوال پرسی و خیر خوش. به دقتتان تشکر و تا درس آینده خیر.